به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. سلام و درود خدمت تمام عزیزان، هموطنان و در عموم تمام مردم تاجیکستان. امیدوارم همگی خوب و سالم و در روحیه خوب قرار داشته باشیم. تصمیم گرفتیم امروز صحبت داشته باشیم در قضیه هفتمین سالگرد اساسگذار حرکت سیاسی گروه 24 شهید زنده یاد عمر علی قواتف. البته دوستان عزیز، از کارنمایی‌هایشان، از حیات و فعالیت، زندگی و در راه مبارزه قدم گذاشتن حاجی عمر شاید برای همگی معلوم باشد، روشن باشد، ولی به خاطر چی ما هر سال یک بار زیر عنوان این برنامه با شما خواهیم بود و از زندگی نامه و حیات و فعالیت حاجی عمر حرف خواهیم زد. البته سببش هم باشد، یکی از سبب‌های اساسی او تا زمانی که آخران نفری که در قتل حاجی عمر دست دارد و در آزادیش هم که نفس میکشد، پس برای ما ضرور است، برای ما خواب فرض است، قرض است تا که زیر این برنامه حرف بزنیم و قاتل یا اینکه فرمانده این جنایت بزرگ انسانی که صورت گرفته است پیدا بکنیم. و الا اگر در دیگر حالت تا زمانی که نفر گروه یا افرادی که در این قضیه دست داد تا زمانی که جواب نگوید ما حتما حرف میزنیم. و نقطه دوم هم در این باره، چون میدان سیاست امروزه تاجیکستان روز تا روز وسیع شده ایستاده است و نسل جدیدی که تازه وارد میدان سیاست می شوند شاید از کارنمایی ها و حیات و فعالیت و زندگیشان هیچ معلوماتی نداشته باشند و شاید برای بسیاری ها علامت سوال است، یعنی گروه 24 یعنی چی؟ و طبیعی است که شاید نسل کمی بزرگتر علاکه طور این همه سالها که حرف زدیم صحبت کردیم شاید معلومات های دارن، ولی به خاطر که اصلا دبلا ذکر کردم که مبارزه ای که ما و شما در این راه رفته ایستادیم، نفرهای گوناگون داخل می شوند و خارج می شوند و برای یک گروه ضرورت است که هر سال یک بار یک قضیه را بلند بکنی و برای جهانیان و برای شهروندان تاجیکستان برسانی که یک حکومتی که ما در مقابلش مبارزه میبریم، حرف میزنیم و علتش چی است که ما مبارزه میبریم؟ به خاطر اونها قاتل هستند، اونها دست به قتل زدند و کسانی که از اون حکایت میکنین که شما نمیدونم جنگ میخواین و شما خونریزی میخواین، ولی از او بخبرین که رژیم امروزه رحمان و فلکه دست به قتل زد، دست به خونریزی زد، دست به یک جنایت بشری زد. و او کسایی که از این رژیم دفاع میکنن این قضیه را شرح نمیتونن درست و سببش هم نمیگن و خاموشی ها رعایت میکنن، در حالی که باید انسانی سالم باید در این نقطه فکر داشته باشه که خب چرا یک نفری آزاداندهش، یک نفری که فکرش بیان میکنه کشته میشه. واقعا با دست دادن چنین یک مبارز، چنین یک نفری که در راهش با تمام مسئولیت استاد میشه و بدون کدام مکر، بدون کدام بازی استاد میشه و دعوت میکنه، چنین افراد در جامعه خیلی کم است. خب زمان و ساعت هایی که حاجی عمر در میدان سیاست بلند شد و حرف زد، من نمیگم که یکی از اولین نفرهایی بود که در مقابل رژیم رحمانوف گپ زد. البته اگر هر کسی در این اندیشه است یعنی اشتباه است. کسانی بودن که شاید با قلم و شاید با کدام راه دیپلماسی حرف میزدن و شاید با یک اصول های گپ میزدن، ولی راه و رویشی که حاجی عمر گرفت حرف زد کلاً فرق کننده بود. هیچ یک افراد، هیچ یک گروه، حزب، حرکت ساختار هیچگاه این چنین یک روش را قبول نداشتند و گمان میکردند که چنین روش بسیار یک روش تند است و طولانی حرکت نخواهد کرد، در کوتاه‌ترین فرصت با این اصول از بین خواهد رفت. ولی ما تا امروز مدت 10 سال است که از سال 2012 تا این جانب با همین اصول حرکت میکنیم
و هر کسی که زید این چنین یک دعوت بود، زید چنین یک اصولی که حاجی عمر پیش گرفت بود، میبینیم که کلا عین همین شکل در مبارزه میبرن. و خاطر چی حاجی عمر نظر من است که چرا چنین اصول رو پیش گرفت، پوست کنده سخت گپ میزد. ایشون در تجارت بود، در داخل این عائله کار میکرد، فعالیت میکرد و از رفتار و کردار و خاراکتر این طبقه انسان ها شاید آگاه بود و میدونست که اینها هیچ راه دیپلماسی ندارن، به خاطر که خب فهمیش دیپلماتی ندارن. اینها هیچ راه سیاسی نمیشه با اینا بحث کرد، چون اینها فهمیش سیاسی ندارن. یگانه راهی که میتوان مبارزه بود در مقابل اینها آشکار، پوسکنده و بدون کدام هراسی حرف زد. همین است که حاجی عمر زمان آمد روسیه، چون دنوارهاش است، میخواست یک حرکت الیت بسازه با کسای روشن فکرها، سفید فکرها، بزرگ فکرها، استادا و حضرتها و داملاها، یک حرکت عموم ملی بسازه و حرکت بکنه. ولی در کوتاه‌ترین فرصت دید که ایشان بعد از زندان شدن تنها ماند، یعنی راه دیگری را ندید. هر کسی که در برش بود شاید منفیت داشت، شاید یک کار استفاده میکرد تا زمانی که خواب دید که دیگر این نفر شاید زندان شد و شاید کلا هر سرمایه که داشت از دست داد. و بعد از او مرحله دوم مبارزه را پیش گرفت، دعوت آشکار بدون پرده حرف زدن و دعوای انقلاب کردن، سرنگون کردن این رژیم. گرچنده که دعوای حاجی عمر خیلی یک دعوای بزرگ بود و شاید یک کسایی باور نمیکنه که چگونه انقلاب رحمانوف که ما میدونیم چگونه است، چگونه مبارزه بودن در مقابل این رژیم. ولی ایشان اولین بار در میدان میکروفون گرفت، بلند شد و گفت شیطانی واقعی در داخل تاجیکستان است که این امام علی رحمانوف است. در اون شب روز عادتا از امام علی رحمان با آهسته الکه از اون میترشیدن پیشوای میلاد، از اون میترشیدن پدر میلاد، اساسگذار میلاد. خب آهسته الکه برای اونها یک عنوانهای داده ایستاده بودن. ولی در اوج این عنوانها حاجی عمر اصلا یک استراتژی دیگر گرفت، نه اینکه تعریف و تفسیر، بلکه برعکس این حال حرفای زد. جوانان خون‌درجوش، جوانان وطندوست، جوانانی که شاید از مهاجرت زیاد خسته شدن، جوانانی که دیگر نخواستن که غلام روس و اجنبی و تاتار و نمیدونم آذری و دیگر ملت ها باشند، در کوتاه‌ترین فرصت در گردشان جمع شدن. اگرچه انگوش شمار هم بدن ولی جمع شدن و این انگوش شمار جوانا همون عین راهی که حاجی عمر گرفت به همون راه پیاده شدن و دعوت کردن. تا امروز الکی گرچنده که حرکت سیاسی گروه 24 کلن ساخته نشده است که تمامی جبهه هاش آماده باشد، ولی یک مکتب جدید هست، واقعا یک مکتبی است و میتونه که این مکتب یک نفر بگیره چند سالی که میخواد داخل باشه، خب بیاموزه، تعلیم بگیره، هر چیزی که میخواد از این حرکت پیدا میکنه. هر چیزی که میخواد. بهترین دانشگاه یا دانشکده است که واقعا من میگم از بهترین دانشکده‌ای که امروز در داخل تاجیکستان هست، بدون مبالغه و بدون تعریف من میگم هر یک جوانی که داخل این حرکت میشوه، اون راهی که پیاده کرده است اگر که میگذره، من میگم بهترین تحلیلگر و بهترین سیاستمدار میشه اگر با هم اصول و برنامه‌ای که حرکت پیاده کرده است. بدون مبالغه من میگم واقعا بهترین تحلیلگر و سیاستمدار میشه در طول چند سالی که در این مبارزه میبره. البته دوستان عزیز، اگر هر برادری که در این شام فکر دارین در این قضیه، شاید آگاهی از حاجی عمر داره، شاید کدام تاریخی از حاجی عمر داره، کدام گفتنی های دارین، من استریم گذاشتم، دوستان عزیز میتونین پیوست بشین و فکر و اندیشه هاتون رو در اینجا بیان بکنید راجع به حاجی عمر و برنامه او، حرکت او، در کجای اشتباه کرد، در کجای موفق شد و امروز حرکت رو چگونه بها میتین. اگر که امروز خب حاجی عمر گرچنده که نیست، آیا جامعه میتونه او رو فراموش کرد؟ آیا یک گروه انسان‌های او رو همچون خائن، همچون گویا کسی که به خاطر پول و ثروتش مبارزه بود میگه، یک گروه جوانان میگن که خب اون
به خاطر شخصیت بدن مبارزه بود و یک گروه دیگر صادق که البته که یک نفری وطن دوست بود و به خاطر وطنش به خاطر ملتش مبارزه بود. البته من هم دو تا وریانت اینجا اندیشه میکنم که اگر که حاجی عمر واقعا به خاطر پول و مالش اگر مبارزه بود، خب حقی او است، در گردنش فرض هم هست دفاع کردن از مالش. برای چی من طول 20 سال، طول 10 سال، طول 15 سال کار میکنم، شرکت میسازم، کارخانه میسازم، میلیون ها دلار دست دریافت میکنم و یک روز یک 4 تا اژدها رو میبیا و اون میلیون ها دلار مرا غارت میکنه، غصب میکنه، میگیره و من میمونم بدون هیچ یک خانه، بدون هیچ یک پول، میرم خارجه و سرم مثل شترمرغ زیر خاک میکنم، پنهان میشم. البته چنین افرادی هست در جامعه متاسفانه. زیاد نفرایی هستند که تجارتشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن، مهاجرت آمدن و خاموشی را برای خود رعایت کردن، کسب کردن. ولی حاجی عمر این خاموشی را برای خود کسب نکرد، چون مهنتی حلال کرده است، زحمت کشیده است و دید است که 4 احمق پولی او را، سرمایه او را، دولتی او را، حق فرزنده و حق همسرش دزدیدند، غارت کردند و آمد از بحر تمام جان و فرزنده و دستورکاش گذشت، در میدان ایستاد شد، مبارزه بود و میدونست که راهی که انتخاب کرده است بسیار راه سنگین است، بسیار. من حالا هم میگم که راهی که در مقابل رژیم رحمانوف مبارزه بردن راه آسان نیست، گارانتی در هیچ جای نیست، گرچنده که زندگی ما و نمیدونم عمری ما به کسی گارانتی دادن نمیتونه، اما این راه باز از این دیده خطرناکتر است، از این دیده خب مشکلات های زیادی رو پیش میبره. ولی عمر علی قواتوف این همه مشکلات ها، همه درد، همه رنج، همه عذاب رو یک کنار گذاشت، مردم گفت، ملت گفت، دین گفت، مبارزه گفت، سرزمین گفت، مبارزه برد تا آخرین لحظه هایی که ایشان به شهادت رسوندن، تا آخرین لحظه ها. دیگر سخت است در این نقطه ها، در این باره ها زیاد حرف زدن، به خاطر که گرچنده که بنده هم شاید باری از نزدیک ندیدم، شاید میسر برام نشد، ولی نوارهاش زیاد پیدا کردیم، تماشا کردیم، از دوستا، از برادرها خب قصه ها شنیدیم که بسیار یک انسانی با تجربه و یک انسانی خاکسار و یک مسلمان واقعی بود. برای یک مبارز این چیزها بسیار مهم است، کبر و غرور، شخصیت تراشی، نمیدونم من بودن هیچگاه هیچ انسان، هیچ نفری را موفق و سربلند نکرده است و نخواهد کرد تا زمانی که مردمی نباشی. یک رهبر یک حرکت در همه حالت باید رهبری مردمی باشد. در دیگر اگر که با مردم نباشی و مردم هیچ ندانی و گویا یک نفری هستی که بسیار آبروی عزتی بزرگ داری، ولی مردم عادی، کسایی که در نوکرایت هستند، کسایی که در بریت هستند، با آنها خب رفت و نداری، با آنها حرف نمیزنی، با آنها برات هیجن، هیچگاه موفق نمیشی. ولی موفقیت حاجی عمر در این بود که یک نفری مردمی بود، با همه یک بود، بسیار دلی صاف، بسیار یک انسانی عاقل و بسیار دوراندیش بود. و همین است که از صاف بودن دل، از سادگیشان استفاده بردن، چون با همه یک بود و همه را با یک چشم نگاه میکرد، استفاده بردن و برنامه سوی قصد تشکیل کردن و براش زهر هم دادن و بسیار یک جای نامردی است که در نزد زن و بچهش، در نزد یک فرزند خرد 3 ساله 4 ساله وقتی پدرت در زمین میافته، از پیشانش تیر میخوره، در زمین میافته و از دنیا میگذره، واقعا برای او فرزند بسیار درد است. رژیم امروزه رحمانوف شاید تاریخ هیچگاهی را فراموش نکنه و فراموش نخواهد کرد که با این اندازه نامرد، با این اندازه پلید، با این اندازه ضعیف، با این اندازه پس بدن که میای یک نفر در نزد فرزندش، در نزد همسرش و شهادت میرسونی در روی زمین، این بسیار یک واقعا درد آورم هست، بسیار درد آورم هست.